صدای گریه این طفل جمعگل فیض‌الله‌یeva را دوباره مادر کرد. او اکنون صاحب دو دخترچه زیبا شد ولی آرزو دارد سومش پسر باشد. باز میخوام صاحب پسر بشم. من میخوام که فرزندانم در آینده فرزندان خوشبخت باشن، مثل من مادر بهترین و مثل پدرشون پدر بهترین شم. و مثل جمعگل در تاجیکستان کم نیستند مادرانی که اشتیاقشان به تولد پسر زیاد است نه دختر. طبیبان تولدخانه رقم یک دوشنبه بارها شاهد شدند که مادران از تولد دختر دوم و سوم گریه کردند. ما و زنها به سوال میکنیم چرا پسر میخواهید آن دختر نه؟ میگن که شوهرای ما بسیارتر پسر رو انتظار هستند و میگن که دختر مال مردم است. دختر که کلان شد به خانه در خودش میشود. پسر که تولد کرده آینده نگاه بینی ما رو پسرمون به گردن میگیرن. حتی گلفروشان نزد تولدخانه هم پی بردند که عائله‌های جوان قدر دختر و نظر به پسر پستر می‌دانند. به فکرم که در تولد بچه بسیارتر خرسند میشوند، برای که بوکت‌های کلان میگیرن میرن، دخترها در هر خرشه گرفته میرن. با وجود تشویق و ترغیبات وسیع درباره احترام و بالا بردن قدر زن، عرف و عادت‌های قدیمی در تاجیکستان هنوز هم بر جای مانده است و دختران مقام بلندتری را که پسر در خانواده دارد ندارند. والدین اکثرا پسر را به دانشگاه میفرستند چون به گفته آنها دختر شوهر کرده میرود و برای او تحصیل شرط نیست. سال 2015 از 49,000 دخترانی که مکتب‌های میانه را ختم کردند فقط 15,000 آنها به دانشگاه رفتند. عاقبت‌های این بی‌اعتنایی به تقدیر دختر را به گفته کارشناسان جامعه تاجیکستان برملا احساس می‌کند. شوهرها میروند در روسیه کار میکنند، زن و فرزندشون رو میپرتویند. اون دختره که نخوندگی از پشت اون که وای مادر است، مسئولیت وای نسبت فرزندای خودش کلانتر است. وای میرود همون نخوندگی دخترک میرود چی میشود فروش میشود یا کی میرود یگون جای میشوید یا کی یگون کار میکند. عموما کار میکند و همون فرزندای خودش رو میخوروند. همون وقت پدر و مادران همون دخترک میفهمند که کاری نادرست کرده بودند چون که نخوانوندن. نصف بیشتر مردم بیکار در تاجیکستان از حساب زنان هستند و کار مشکل صحرا و خانه هم به عهده آنهاست. سالهای اخیر وضع اندک تغییر کرده است و تعداد افزاینده مردها هم در سیمای زن و دختر انسانی برابر حقوق را میبینند. من فقط میگفتم که من میخوام در نزد من مردی باشد که من در پشتش نباشم. یعنی من هیچ وقت اجازه نمیدم که من یک زینه پویان باشم. من همیشه میخوام که در بری تو باشم. مهیا نازیمова 8 سال است ازدواج کرده است و یک دختر و یک پسر دارد. او میگوید که بین آنها فرق نمیگذارد چون هر دو برایش عزیزند. و وقتی که ما هر دو بیگاه از کار به خانه می آییم در بیشتر مورد اگر اون کس پیشتر اومد از کار حتما چیزهای اولین درجه برای تیار کردن خوراک تیار میکنند. ما یک جای یعنی که در قریب هر روز میخواد نمیشود که یک روز وای میکند یا هر روز من کار میکنم یا هر روز وای میشیند و من کار میکنم. ما در بیشتر مورد هر دمو یک جای همون برای خوراک شام یک جای زحمت میکشیم. اون فرزندای از پس فرزنده میشود تو زمانی که من خوراک تیار میکنم بالا دسترخوان میگذارم و به همین خاطر شاید برای من نسبتا سبکتر است. در جامعه سنتی تاجیکستان به قدر زن زمانی میرسند که کهنسال است. فرزندان تلاش میکنند مادر را از همه بالا بگذارند و برای خوشنود نگه داشتن او آماده‌اند حقوق کسی دیگر و باز هم زن و زوجه های خود را زیر پا کنند.